من تو را چالش میتم شخصی در چی فهمیده هستی خو مولانا فایز سایکو من این قرآن میگم من از این 1000 غلطی میکشم این حداقل 6-7 ماه شد تو کثافت نامدی که بگوی شفیع چرا تو ایره میگه غلطی داره این کتاب خدا سی غلطی نداره بیا اینا مکتت مناظره میکنم نه از قرآن دفاع نمیکنی ما آمدیم میگیم اینی احادیث که این سیرت رسول الله را میگم بیا که بر تزریزی تاریخ بخوانیم که محمد دزد بود علی دزد بود ابوبکر دزد بود عمر دزد بود عثمان دزد بود بیا غزوات محمد از روی کتاب میخوانیم بیا و ما بر تزریه این صحیح بخاری میگم که تمام گپای اسلام دروغ است تو سیکو از صحیح بخاری دفاع نمیکنی از قرآن دفاع نمیکنی که محمد دزد میگم تو دفاع نمیکنی از قرآن میگم قرآن غلط است کتاب خدا نیست تو نمیگی که بیا شفیع یارین ما کتما گفته که غلط نیست چرا نمیگی شما نه سر قرآن پابند هستین نه سر حدیث نه سر محمد نه سر از چیزا شما قرآن یک پالان جور کردین ما را خر جور کردین سر ما انداختین 1400 سال بارتان بردین